کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 مارس سال 2023 خبر داد که بنا به آخرین ارزیابی‌های کمیسیه‌های ولایت‌های فوق‌العاده در نتیجه زمین‌لرزه شب 23 مارس در عموم نزدیک 370 خانه از جمله 318 خانه در ناحیه کوهستان مشچا، 32 خانه در ناحیه رشت و 17 خانه در ناحیه نورآباد ضرر دیدند. اما کمیته گفت با آنکه شماره خانه‌های ضرر دیده دقیق‌تر شد، کمیسیه‌های ولایت‌های فوق‌العاده هنوز حجم نهایی ضرر رسیده بر اثر آفت طبیعی شب 23 مارس را هنوز حساب و کتاب و نشر نکردند. یادآور می‌شویم شب 23 مارس در قلمرو تاجیکستان زمین‌لرزه سخت خرابه‌آوری رخ داد که شدت آن در مرکزش نزدیک دهه پلدارک ناحیه کوهستان مشچا 5.9 بال برآورد شده بود. برای رفع عاقبت‌های این زمین‌لرزه یک کمیسیون جمهوری برابری سروزیر قاهر رسولزاده نیز تأسیس یافته است.